به نام خدا و با سلام مجدد دوستان عزیز، با بخش آموزش اندیکاتورها در خدمتتون هستم و در اینجا نحوه کار و ترکیب اندیکاتورها رو بهتون آموزش میدم. خب یکی از این اندیکاتورها که خیلی پرکاربرد هست اندیکاتور مووینگ اوریج هست و ترجمه خب این اندیکاتور میشه در واقع اندیکاتوری که میانگین حرکت نمودار رو به ما نشون میده و این اندیکاتور البته زمینه ساز چند اندیکاتور دیگه هم هست که از جمله ویلیامز اندیکاتور و اندیکاتور و چند اندیکاتوری که آقای ویلیامز طراحی کردن. خب بریم سراغ منوی Indicators و اینجا اندیکاتور مووینگ اوریج رو میبینید که مشاهده میکنید و روی این اندیکاتور کلیک میکنم و میبینید به اینجا اضافه میشه. اما چون اینجا خیلی شلوغ هست من یه بار همه این گزینه‌ها اندیکاتورهای قبلی رو خاموش میکنم و مجددا کلیک میکنم و مووینگ اوریج رو میارم. خب مشاهده میکنید که یک خط که مسیر حرکت این شمع‌ها رو نشون میده روی این نمودار ظاهر شد. اما برای اینکه به خوبی بتونیم از این اندیکاتور استفاده کنیم ما حداقل به 2 یا 3 تا اندیکاتور مووینگ اوریج نیاز داریم و برای این کار میام دوباره 2 بار روی مووینگ اوریج کلیک میکنم و ترجیح میدم 3 تا مووینگ اوریج داشته باشه. خب برای اینکه تنظیمات این 3 تا رو به درستی انجام بدیم بهتره که از اندیکاتور مکتی که این پایین هست و لود کردم استفاده کنیم. برای اینکه زمانی که این نمودار با اندیکاتور مکتی مطابقت داره ما تخمین بهتری از معامله خواهیم داشت. بنابراین میام روی مداد جلوی مکتی کلیک میکنم و این اعداد رو نگاه میکنم 12 26 و 9. خب بعد میام روی مداد جلوی این مووینگ اوریج کلیک میکنم عدد 9 رو بهش میدم روی دومی کلیک میکنم 12 و سومی 26. خب به این صورت میبینید که یه همچین میانگینی رو به ما میده. خب اینجا ببینید ماوس رو نگه داشتم این دقیقاً با تقاطع مکتی مطابقت داره. خب اما برای اینکه دچار اشتباه هم نشیم بهتره که رنگ این خطوط هم یه مقدار تغییر بدیم تا مسیر حرکت این مووینگ اوریج رو به خوبی تشخیص بدیم. خب من ترجیح میدم از 3 رنگ استفاده کنم. رنگ سبز برای حرکت صعودی نمودار، یه رنگ قرمز که زیر نمودار هست برای نشون دادن حرکت نزولی و
یه رنگ خنثی هم برای یه خط میانگینی که بین اینها قرار دادیم. خب میام روی شماره 12 باید خط میانگین ما باشه که اینو آبی میذارم. خب شماره 9 این خطی هست که نزدیکتر به این شمها، اینو همینجوری خب میذارم سبز بمونه. اما خط پایینی شماره 26 هست که رنگ اینو به قرمز تغییر میدم به این صورت. خب حالا مشاهده میکنید محل تقاطع‌ها دقیقا روی هم هستش. تقاطع مک‌نی و مووینگ اوریج با هم مطابقت داره و اینطور اینجا یه حالت صعودی داره. نقاطی که یه افت شدید داریم اینجا تقاطع‌ها با هم کاملا مطابقت داره. خب اگر بخواید یه تطابق کامل رو یعنی داشته باشیم یه مقدار باید اعداد رو تغییر بدیم. مثلا عدد 9 رو شاید بذارم روی بیارم پایین تر بیشتر مطابقت داشته باشه. خب هرچقدر مثلا اعداد رو به این صورت میتونید تغییر بدید تا بیاد این خطوط عقب بیاد و کاملا با مک‌دی تطابق داشته باشه. ببینید حالا به این صورت چی شد؟ 5 8 و میتونم اینم بیارم پایین تر رقم 15. خب حالا 5 و 8 رو 15. این هم یه حالت دیگه میتونه باشه. خب این از نحوه کار با اندیکاتور مووینگ اوریج میتونید تنظیمات رو به خاطر داشته باشید و با آزمون و خطا به بهترین حالت برسید. اما تجربه خوب نشون داده که این اعداد بهترین حالت هست. خب میریم سراغ اندیکاتور بعدی که الیگیتور هست. خب اینا رو خاموش میکنم و میام دوباره سراغ اندیکاتورها و الیگیتور رو انتخاب میکنم. که در واقع اسم کامل این اگر تو اینترنت بگردید ویلیامز الیگیتور هست که توی بورس ایران هم وجود داره. خب روی الیگیتور کلیک میکنم. مشاهده میکنید که در الیگیتور هم در واقع از 3 تا مووینگ اوریج تشکیل شده. اگر روش کلیک کنید ببینید تنظیماتش رو ما رقمی که انتخاب کردیم کاملا با این مطابقتش 5 و 8 و 13. خب من به تنظیماتش دست نمیزنم چون خب تنظیمات پیش‌فرضش خوبه و این خطوط این خط سبز نشون میده که وقتی به سمت بالا این خطوط رو قطع میکنه یه حرکت صعودی شکل میگیره و زمانی که این خط سبز دوباره خطوط رو به سمت پایین قطع میکنه یه حرکت نزولی شکل میگیره.
به راحتی با این اندیکاتورها میتونید سود خوبی رو در این بازار به دست بیارید. و فراموش نکنید که در کنار اینها اندیکاتور مکتی هم خیلی کمک میکنه به تشخیصتون، به تشخیص روند بازار. خب و اما اندیکاتور بعدی اینو خاموش میکنم و البته در معاملات و آموزش‌های بعدی بیشتر با نحوه کار اینا آشنا خواهید شد که چطور میتونیم با اینها سود خوبی رو به دست بیاریم. خب اینو خاموش میکنم و اندیکاتور بعدی اندیکاتور بولینگر بندز هست. خب کلیک کنید و ببینید که همچین شکلی میاد و نمودار و شمع ما رو احاطه میکنه. میام روی مداد کنار بولینگر کلیک میکنم و عدد این بولینگر رو افزایش میدم. بهتر عدد بزرگتری انتخاب کنم، 40 و 30. خب اینو ذخیره میکنم. در کنار اندیکاتور بولینگر اندیکاتور الیگیتور هم همزمان میتونه کمک مؤثری باشه تا بتونید ببینید که روند حرکت این نمودار رو تشخیص بدید. مشاهده میکنید زمانی که این شکل بولینگر و محور وسطش، خط میانگینش به سمت پایین حرکت میکنه، ما یه حرکت کلی نزولی داریم و زمانی که این به سمت بالا در حرکت هست ما یه روند صعودی داریم. به راحتی جریان صعودی و نزولی نمودار رو به ما نشون میده. و در کنار این اندیکاتور ویلیامز الیگیتور و مهدی که این پایین هست مثل یه 3 برادری عمل میکنن و به ما نشون میدن که کی باید وارد بازار بشیم و کی خارج بشیم. و اندیکاتور بعدی اندیکاتور فرکتال است. خب این اندیکاتور که باز هم توسط آقای ویلیامز طراحی شده، ببینید که نشون میده کی سهم میخواد بیاد پایین و یا میخواد بره بالا. زمانی که این فرش به سمت پایین هست، خب یک برعکس در واقع برعکس به ما نشون میده. زمانی که این فرش به سمت پایینه یه حرکت صعودی شروع میشه و زمانی که این فرش در بالا قرار میگیره یه حرکت نزولی شروع میشه. حداقل یکی 2 پله اتفاق میفته که بعد از هر کدوم اینجا نزولیه وارد صعودی شده، نزولی صعودی. خب و اما آخرین اندیکاتوری که در این آموزش باید خدمتتون معرفی کنم اندیکاتور پارابولیک SAR هست، SAR، که کلیک میکنم و مشاهده میکنید روی نمودار به صورت نقطه ظاهر میشه. خب و مفهوم این نقاط به این صورته که اگر این نقاط در بالای شمع قرار بگیره، یعنی نمودار ما
یه روند نزولی رو شروع کرده و اگر در پایین قرار بگیره می‌بینید که نقاطی که در پایین قرار گرفته به سمت بالا حرکت میکنه و نشون میده که نمودار ما یک حرکت صعودی رو شروع کرد و طرز کار با این اندیکاتور به این صورته که بعد از ظاهر شدن اولین نقطه منتظر تثبیت اون میشیم و در نقطه دوم ما معامله رو شروع میکنیم که در بخش نمونه معاملات مثالهای زیادی رو با استفاده از این اندیکاتورها خدمتتون ارائه خواهم